پلانتین کاراملی با بستنی شیر. اول پلانتین‌های رسیده رو از وسط نصف می‌کنیم و پوستشون رو می‌گیرم. بعد تابه رو گرم می‌کنیم، روغن رو می‌ریزیم و پلانتینا رو دونه دونه داخل تابه می‌چینیم. وقتی که یه طرفش طلایی شد، طرف دیگرش هم سرخ کنیم و یکم کره و گردو رو هم بهش اضافه می‌کنیم و کمی تفت می‌دیم. در آخر برای تهیه سسش یکم دارچین، شکر و یکم شیر اضافه می‌کنیم. یکم ظرف رو تکون میدیم و حالا دسر ما آماده است. پلانتینا رو داخل ظرف سرو میذارم و با بستنی سروش میکنیم. برای تزیین روشم از سس شکلات استفاده میکنیم. خب برای خونهاتون، من میخوام اینو بخورم.